این ماشین مال یکی از دوستان دیگه. ما دوستان گلم بریم برای نابترین آموزش شارژ گاز که شامل چیا میشه؟ نشیابی، وکیوم، شارژ روغن و شارژ گاز که هیچ جا نمونهشو ندیدی. برو که بریم. من گازی که تو ماشین بوده رو دوباره بخوام برگردم تو ماشین خبرا نیست. من این کارو نمیکنم. هرچی هم تمیز، هرچی هم اوکی. من این کارو انجام نمیدم. من میخوام عملیات شارژ گاز رو ماشین رفیق انجام بدیم و مجبوریم گاز خالی کنیم و دوباره براتون شارژ گازش کنیم. برو بریم. خب بدون فوت وقت اولین چی وسایلی نیاز داریم؟ یه دونه دستگاه گیج ما نیاز داریم برای شارژ گازمون و همه کل عملیاتمون، یه دونه موتور برای نشتی و نشیابی، یه دونه وکیوم برای وکیوم کردن، یه دونه روغن درجه 1 برای تزریق روغن، سوزن بازکن که نشونتون میدم و این شلنگو مثلا یه قطی برای نشیابی، چون نشیابی که نمیشه اینجا انجام ولی پروسه‌شو نشونتون میدم. و در آخرم هر نمونه گاز، حالا گاز 1 کیلویی پسند منه و گاز 13 کیلویی هم که خیلی بچه‌ها کار می‌کنن، با اینم شارژ گاز انجام بدیم تا شما اذیت نشید. اوکیه؟ برو که بریم. خب سلام خدمت دوستان گلم. این ویدیو رو ما برای بچه‌های دورم به عنوان آپدیت داریم ضبط می‌کنیم و برای بچه‌های یوتیوب. امیدوارم کامل تا آخر ببینیدش و از این ویدیوی رایگان استفاده کنید. ببینید دوستان، ما الان مرحله اولی که بخوایم شارژ گاز انجام بدیم بعد سیستم رو نشتی بگیریم دیگه. خب نشتی سیستم من با همه دوربینا داریم واسه تو دوربین داریم این ویدیو آموزش رو پوشش میدیم که شما کامل بتونید متوجه شید. ببین شما خب بیار دوربینشون، ببین گیج قرمز فشار وصل میکنی روی شلنگ، روی لوله باریکت که مربوط به فشاره. برای چی؟ برای هوا گذاشتن و تست نشتی. خب این گیج قرمز رو باز میکنیم. خب ببین اینجا موتور یخچال ما یه دونه ورودی داره، یه دونه خروجی، یعنی یه دمنده داره، یک مکنده. ما اینجا دمنده رو کار داریم برای هوا گذاشتن داخل سیستممون دیگه. خب این صفر میبندیمش، اینم که گفتم باز میکنیم. حالا میایم اون حالا کلید اگه داره کلیدش میزنی، اگه نه که تو برق وصلش میکنیم. الان وصل شد. خب ببین اینجا چه عددی داره به من نشون میده؟ من ببینم اینجا قشنگ مشخصه. تو این فیلم ببینم مشخصه دارمش. ببین بین حالا هر ماشینی فرق میکنه. بین 250 تا ماشینه که شک داری تا 300 هم میتونی هوا بذاری. الان این داره همینجوری میره بالا تا برسه اینجا به 250 تا. این ماشین خب توش میدونید گاز بوده و ما اول فیلمتون نشون دادیم گاز تخلیه کردیم برای شارژ گاز. چرا من گاز تخلیه کردم و نگه نداشتم؟ حقیقتش اللحاظ حالا چه عرفی، چه شرعی، چه دلی، چه مسئولیتی، من دلم نمیخواد گازی که توی ماشین بوده رو اصلا توی هیچ ماشین دیگه ای تزریق کنم، چون اصلا پسند نمیاد گازی که توی سیستم بودن برای ماشین دیگه بخوام تزریق کنم. خب ما اینجا هوامون داره پر میشه و میخوام سیستم نشتی بگیریم. ببین من این باتری اینجوری آوردم براتون که شما بهتون بگم آقا اصلا مهم نیست ظرفی دارین باش نشتی میکنین چیه، همین مثلا سوراخ میکنید داخلش کامل آبکف غلیظ میریزیم. خب آبکف غلیظ میریزیم. دوربینو بیار جلو. شما وقتی هواتون پر شد از اینجا که کمپرسور باشه، ببین این کمپرسور دیگه. خب حالا این کمپرسور لوله ورودی شروع میشه مثلا برای ماشین مثل پژو از اینجا میاد کجا؟ ببین اینجا میاد از این زیر باتری از اون میاد تو رادیاتور، از رادیاتور میره تو کپسول درایر، از کپسول درایر از این باتری میره داخل سردخونه و اینم لوله باریکیه که بهتون گفتم برای فشار. حالا لوله برگشتش که لوله درشتری و لوله سرده اصطلاحاً دوباره برمیگرده مستقیم دیگه، هیچ جایی چیزی نداره واسش، مستقیم میاد میخوره رو سر خود کمپرسور برمیگرده پشت کمپرسور تا دوباره گاز به صورت مایو با فشار بالا بره به سمت رادیاتور رو فیلتر درایر رو سردخونه. خب فقط حواستون باشه مثل ما که اینجا داریم فیلم میگیریم یه وقتایی با مشتری صحبت میکنیم با شاگرد صحبت میکنیم حواستون پرت نشه، این فشاره یهو نره بالا سیستم میگه بمب و بیای مثلا میخوای شارژ گاز مثلا 1 تومانی بکنی بیای مثلا چند میلیون هزینه قطعه و جنس مشتری بدی. خب الان ما تقریبا اینجا اگه مشخص باشه ببین نزدیک 250 است. اینجا ببین من براتون
خب روی این دوربین کامل مشخصه الان 250 تا. خب من این رو میبندمش و شیلنگ زرد رو باز میکنم و اینو برق میکشم. شیلنگ زن یاد تو باشه این حتما باید باز باشه بعد گولتون نزن. خب اینجا نکته که هست اول برای نشوی مطمئن باشی این شیر سفته، شیر قرمز سفته، شیر زرد سفته و این شیر قرمزی هم که اینجا هست سفته و به علاوه اینکه خود کوپلینگ هم که اون ماشین وصل میشه نشتی نداشته باشه. عملیات نشابی رو همونطور که گفتم با یک همچین مایعی به همین شروع میکنید و رو سر اتصالاتتون میرسید. حالا این نشتی ممکن از اورنگ باشه که مشخصه، از اتصالات پرسا باشه یا باز بره پرس بشه یا لوله عوض شه، از خود کمپرسوره که آموزشش رو داخل خود کانال یوتیوب گذاشتیم، توی دورمون هم گذاشتیم چجوری کمپرسور باز و بس میشه و ایبش گرفته میشه و غیره. پس این برای بحث نشابی شه. الان توی این دوربین نگاه کنی این 250 که ما گذاشتیم هیچ کم نشده و این ماشین میگم چون توش گاز بوده هر چقدر باشه کم نمیشه. حالا یه نکته حائز اهمیت که من میخوام اینجا بهتون بگم اینه که شما داری نشابی میکنی، هوا گذاشتی چی هوا کم نکرده، اما میای وکیوم کنی سیستمتون، این سیستم وکیوم نمیشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی شلنگ زرد تو وصل میکنه به این وکیومه این باده باید یه جای دیگه تموم شه دیگه، سیستم نباید هوایی باشه که این باد بیاد بیرون دیگه، درسته؟ این باده تموم نمیشه. حالا یه نکته داری، نکته خیلی قشنگ داری، یا اتصالات قشنگ چک نکردی شله یا داخل سیستمت نشتی داری. میگه آقا نشتی اگه داشتم تو فشار نشون میداد کم میکرد دیگه. نه، بعضی نشتی ها هست تو وکیوم خودشون نشون میده، مثل نشتی کاسه 90 سر کمپرسور که ایراد خیلی شایع و قشنگه. توی موارد باید بیاید پولی سر کمپرسور باز کنید بیرون روی کار یعنی و تست نشتی بگیرید. خب این برای نشابی بود، هر چی در مورد نشابی لازم بود بهتون گفتم. بریم برای اصل کار که شارژ روغن هست و وکیوم و شارژ گاز. برو که بریم. قبلی که ادامه ویدیو بریم یه لایک بزن خوراکیل خستگیمون در بره. برو بریم. مرحله دوم شارژ روغنه. ببین باید ما طریق ساختن این پیچایی که سوزن باز میکنه براتون نوشتیم. ما الان یه محیط غیر از محیط فنی و تعمیرگاهیه و اومدیم یه جایی رو به قولن اجاره کردیم برای فیلم برداری و از محیط تعمیرگاهی دوریم. ما یه دونه پیچ سوزن باز کن یادمون رفته بیاریم که بتونید یاد بدونم چجوری درست کنید که این سوزن رو باز کنه. اما خب من بهتون روش رو بهتون میگم و انجام میدم اینجا تزریق روغن رو. ببین اینجا شما با این پیچ سوزن باز کنتون میای سوزنی که ماشین داره رو چی عروش باز میکنیم. اینم من با این دوربین دارمش. ببین با این دوربین اینجا شما پیچو میندازی بالا با 4 12 باکس 12 هرچی هست پیچت سوزن رو باز میکنه. سوزنی که باز کردی باید دنباریک سوزن رو میکشی بیرون و میذاری اینجا. خب ببین این روش شارژ روغنه چند سال استادای زیادی دارن انجامش میدن، هیچ مشکلی نداره. خب بیا اینجا شما میای شلنگ زردتو وصل میکنی به وکیوم این موتور یخچال این دفعه. خب وکیوم یعنی این اینجا هوا رو خالی میکنه برام. خب حالا وکیوم که وصل کردی اینجا رو ببین شما این سوزنه داره مقدار کمی رو از خودش یعنی میکشه داخل خودش. این شلنگ تراس که تو بازار بهش میگن اینجا میای وصل میکنی و حالا روغن چقدر تزریق کنیم. ببینید روغن پیشنهاد میشه که اندازه نصف لیوان یه بار مصرف کمتر تزریق کنین. حالا من میخوام چون اینجا حالا اون مکش که دلم میخواد نداره سوزنه باز نشده دیگه دارم تزریق روغن میکنم. شما سوزنی که باز کنی خیلی راحت مکش میکنه. من اینقدر روغن میذارم داخلش چون اذیت میکنه برای کشیدنش احتمالاً فقط روش بهتون نشون میدم. خب دوربین بیار جلو. ببین شما اینی که وصل کردی اگه مکشت خوب باشه سوزن باز کرده باشی بلا فاصله با همچین صدایی ببین روغن خودش میکشه داخل. وقتی روغن کشید داخل خب شما میای ببین صدا رو میشنوی. ببین این دستتو اینجا میگیری روغن کمتر نسبی با مصرف دستتو میذاری اینجا هی ول میکنی. این با فشار هر چی روغن داخل لوله هست میره پایین و
میذاری 3-4 دقیقه با همین روال کار کنید تا روغن بره داخل کمپرسور بشینه. پس این روش شارژ روغن بود که تو همه خودرو ما استفاده می‌کنیم. فقط یه نکته اینجا داره، من تو تجربه این سالا، این تجربه ها خیلی باید آدم کار کرده باشه، تاوان پس داده باشه تا بفهمه چی به چیه کی به کیه. تنها ماشینی که من بهتون پیشنهاد میدم این کارو انجام ندید باهاش این روش روغن، یعنی خود شیر برگشت کمپرسور رو باز کنید به جای سوزن لوله برگشت، خودروهای پراید با کمپرسور پاناسونیکه که شیراش خیلی حساس و سریع میگیره. پس برای اون ماشین من فقط پیشنهاد نمیدم، برای بقیه ماشینا این کار انجام بدید و کاملا جواب. پس این روش شارژ روغن که شاید هیچ جایی ندیده باشید تو خیلی براتون کاربردی باشه. بریم برای وکیوم و شارژ گاز. برو بریم. خب ببینید دوستان، در مورد مقدار روغن، اول من قبلی که شارژ روغن رو بهتون یاد بدم اینه که دوستان پرسن چقدر روغن ما تزریق کنیم. ببینید شما میدونید که کمپرسور ماشین گیج نداره که من بفهمم چقدر روغن داخلشه، درسته؟ و این چیز تجربیه. من بهتون میگم به عنوان مثال، شما وقتی هوا گذاشته رو سیستم و این هوا رو داره تخلیه میکنه بعد نشیابی، اگر دید با این لوله داره روغن میزنه بیرون، اصلا نیاز به روغن هم حتی نداره، یا به گفته خیلی اساسی داره 5 سی 10 سی روغن رو بزنید. اما تو حالت دیگه که این اتفاق نمیفته، براتون روغن نمیزنه بیرون با لوله با فشار وقتی دارید هوا رو بیرون میکنید، اینه که شما باید، نظر شخصی من، تجربه شخصی منه و اساتیدی که من باشون کار کردم، کمتر از لیوان، نصف لیوان آب مصرف میتونی، یکم کمتر از لیوان آب مصرف میتونی داخلش روغن تزریق کنی. پس این هم یک سوال در مورد روغن بود که چقدر تزریق کنیم، که این نظر شخصی ما هست. بریم برای آموزش شارژ روغن. بریم برای مرحله بعد از شارژ روغن. ما الان میخوایم وکیوم کنیم سیستم. خب خوب گوش کن. ببین میخوام وکیوم کنیم سیستمو، شما برای وکیوم باید هم گیج قرمزتون وصل باشه که الان وصله، هم گیج آبیمون وصل باشه. یعنی گیج آبی میاد اینجا و وصل میشه. خب قرمزمون هم که وصله، اینم آبی رو ما وصل میکنیم کامل. هم قرمز هم آبی جفتش باید کامل باز کنیم. خب جفتش باز. حالا اینجا ببین شما برای نشوی وصل کردی به لوله‌ای که هوا رو دمنده است و برای روغن هم به مکنده. برای وکیوم همینجوری به مکنده وصلش می‌کنی. خب یه نکته من می‌خوام جلوتون میگم. میگه آقا کی پس از این دستگاه وکیوم استفاده می‌کنی؟ ببین این دستگاه وکیوم اگر اینجوری باشه، یعنی یه مدلش هست دو حالته است، یعنی اگر سیستمتون یعنی هوای خروجی هم داره، اما که هوای خروجی نداره ما متوجه نمیشه سیستم واقعا وکیوم شده یا نه، غیر از همون حالت صدایی که بهتون حالا میگم. صدا باید کم بشه برای وکیوم. توی این حالت ما میایم اول موتور یخچال مکش میکنیم که مطمئن شیم هیچ هوایی اینجا بیرون نمیاد و مطمئن شیم سیستم اون هیچ نشتی نداره. خب من الان وصل میکنم، با هم دیگه منتظر میمونیم، فیلمو جلو میزنیم اگر لازم بود. و ببین الان اینجا رو گوش کن، ببینی داره از سیستم هوا میاد بیرون. این یعنی چی؟ یعنی داخل سیستممون هوا هست. شما مادامی که داخل سیستمت هوا باشه اجازه نداری عملیات وکیومو تموم کنی. وکیوم چقدر طول میکشه؟ اون دستگاه وکیوم اصلیه معمولا میخوای کارتون خیلی خوب و قشنگ در بیاد، میره تا 20 دقیقه وکیومو انجام بدید. با این دستگاه موتور یخچال الان وکیوم چرا داره انجام میدیم دوباره میگم، به خاطر که مطمئن سیستممون نشی نداره و به محض که دیگه دیدی هوای خروجی نداری عملیات وکیوم کافیه. خب حالا ما صبر میکنیم که این هوای خروجی تموم بشه و فیلمو براتون میزنیم جلو. ببینیم که هنوز سیستم باهاش دخیل نشده، چون ما داریم این شارژگاز واقعی رو انجام میدیم. باید همه چی به صورت عالی انجام بشه. معمولا بین 5 تا 10 دقیقه طول میشه سیستممون اینجوری بخواد وکیوم بشه. و میگم ما فیلمو جلو میزنیم براتون، هی این عقب جلو میکنیم شما اذیت نشید.
خب ببینید دوستان الان دقت کن، من میکروفونم گرفتم جلوش. ببین دیگه هیچ صدای بادی نمیاد. برای که مطمئن شیم، ببین برای که میخوام مطمئن شی واقعا این سیستم خراب شده، میاد شلنگ زهر رو شل میکنی که هوا بکشه. حالا ببین که هوا میکشه چی میشه، میبینی دوباره هوا کشیدن شروع شد. پس الان دیگه ما مطمئن شدیم که سیستممون هیچ نشتی نداره و میایم با اون دستگاه وکیوم اصلیه کار میکنیم. حالا با اون دستگاه وکیوم اصلیه چجوری کار میکنه؟ من میکروفونو بس کنم دوباره. خب ببین الان سیستم وصل هیچ کار نداریم، فقط این شلنگ زرد رو باز میکنیم. شلنگ زرد که باز کردیم، خب این خودش حالا کشیده شده، حواستون باشه این برق میکشیم. خب این وکیوم اصلی که ازش اگه استفاده کنید تو کارتون واقعا کیفیت کار میره بالا. این دستگاه وکیوما علاوه بر این که هوای سیستم میکشه و میبره بیرون، رطوبت سیستم هم خالی میکنه. حالا طبق تجربه من فهمیدم که اگر اینو محفظه ورودی روغنشو باز کنم بهم کمک میکنه تو وکیوم که بفهم وکیوم شده یا نشده. چرا؟ چون اولش که وصلش میکنم صدای زیادی رو خودش میده بیرون، مثل موتورهای صد قدیمی‌ها، و وقتی که وکیوم میشه سیستم دیگه هیچ صدایی نداره. به علاوه این که اولش یه سری بخارات ازش خارج میشه که میگن به خاطر رطوبت سیستم. حالا اینا همه رو با هم دیگه اینجا میبینید. خب این حواستون باشه صفر باشه. میگم ببخشید من یکم دارم به کار دقت میکنم به خاطر اینکه این یه شارژ گاز واقعی و باید واقعی انجام بشه. بریم و برگردیم برای وکیوم اصلی و شارژ گاز واقعی. خب ببین اینجا الان سیستممون میخواد وکیوم باشه. این باز کردیم، دکمه‌شو میزنیم. ببین اولش بخار داره و صدای زیادی رو از خودش بیرون میده و به محض اینکه سیستم وکیوم شد دیگه این صدای تموم میشه و ما عرضم به حضورتون این صدایی رو به این صورت نداریم و بخاری ازش خارج نمیشه. دوباره ما فیلمو میزنیم بره جلو که شما از دیدن ویدیو خسته نشید و بتونید بقیه ویدیو رو هم ببینید. ببین کم کم صدای داره کم میشه، ببینید خب ببینید بچه‌ها الان نگه ما فیلم میزنیم جلو، این صدا کامل الان خوابیده، همه چی اوکیه. در نجمه این شیراتون اینجا میبندین، قرمز هم به همین صورت کامل میبندین. اینم سر جاش. وقتی بستین این دوتا شیر رو محکم بستین دیگه به اینم کامل اینم خاموش میاد باز میکنه. خب من گفتم بهتون چون همتون با اون 13 کیلویی معمولا کار میکنید با همون 13 کیلویی شارژ گاز رو بزنم. ببین این کپسول 13 کیلویی از نصفه کمتره، اینا دارم میگم چون نکات داره. امیدوارم سبدم نشکنه. داریم چیز میکنیم شکن بعضی سیاه. خب ببین من میذارم بالا که بتونم گیج اون بالا وصل کنم. شما وصل میکنید گیج زردتون رو به اینجا. عوامل پشت صحنه ما آماده هستن برای استارت ماشین. دماسنج ما تو دهنه کوله گذاشتیم تا این دمامون به چند درجه میرسه. اینجا بعدش کامل گوش کنید حرفای منو. میتونید توی جزئیات کار یکم تغییرات بدید اما زیاد عوض نکنید، بهتره خیلی عوض نکنید. خب به نام خدا بریم شروع کنیم برای شارژ گاز. ببین اینجا من این رو باز کردم، خب کامل باز اینجا آماده، سیستمون آماده. امیدوارم برسه. اینم هست. ببین شما صدا رو گوش کن. اینو من باز میکنم، این دوتا با هم دیگه تقریبا هم فشار میشن و صدای فیسی هم که داره میده صدای تموم میشه. بذار من دوربین میکروفون رو برم اینجا. ببین صدای کم کم این که اینا با هم دیگه دارن هم فشار میشن. من میکروفون رو بس کنم. هم فشار میشن و صدا تموم میشه. این تقریبا الان هولوش 90 پی اس آی، این هم هولوش 100 پی اس آی. الان تقریبا با هم دیگه اینا هم فشارن که آبی داره میرسه به سمت 100 پی اس آی. خب حالا مرحله کسی که داخل ماشین نشسته میگیم برامون استارتو بزنه. آقا بزن استارتو.
اگه ماشین سرده یکم صبر میکنیم ماشین کار کنه، و اگر این ماشین مثل این ماشین زیاد سرد نیست میگیم کولر رو بزنه. کولر رو بزن. الان کولر زد، فشار اوکیه، اومد کمپرسور تو مدار. ببین یکم با همین مقدار گازه، لازم نیست گاز بدی، گاز نده. ببین یکم با همین مقدار گازی که خود ماشین داره رو حالت اسلو یا آرام یا سلو میذارید شارژ گاز بشه. یه چند ثانیه که گذشت به مشتری میگین آقا الان دور موتور رو بیار روی 1.5. دور موتور بیار روی 1.5. خب دور موتور میار روی 1.5. این کپسول خب یکم از نصف کمتره. اگه از نصف بیشتر بود و پر بود اصلا دیگه نیاز به تکون دادن هم نداشت. اما حالا چون از نصف کمتره من یکم تکون میدم تا گاز به صورت گازی وارد سیستم بشه و به صورت گاز و مایع. خب حالا اینجا دستو میگیری یکم این لوله احساس کنی خنک شده. اینجا میای چی؟ ببین اینجا رو چی رو میبندی. یه خنکی کوچیکی گرفتی چی رو میبندی. ببین من همیشه میگم وقتی میخوای شارژ گاز کنی انگار داری آمپول به یه بچه تزریق میکنی، انگار داری غذا تو دهن یه بچه میکنی. یواش یواش به صورت گازی این کار رو انجام میدی تا کیفیت کارت بره بالا. خب الان ما به صورت با دور موتور 1.5 داریم کار رو انجام میدیم. لوله زیر دستمون کم خنک شده و حالا بیا اینجا ببین الان هوا اینجا خیلی گرم، هولوش 51 درجه ما داریم شارژ گاز میدیم. فشارمون شاید کم بالا باشه. علاوه بر این که فنمون با دور کن داره کار میکنه. ماشین پژو هست و فنمون داره با دور کن کار میکنه. فشار یکم زیادی اینجا الان بالا هست. خب مرحله بعدی اینه که شما میگی دور موتور رو بیار روی 2000. بیار روی 2000. دوباره مرحله بعدی شارژ گاز تو انجام میدی. ببین یکم بازش میکنی فشار میره بالا میبندی. درسته؟ حالا یکم کمتر بیشتر بس که فشاری که کپسولتون داره و اینجا سرما رو زیر دستت چک میکنی با دور موتور 2000. دوباره 2 الی 3 دقیقه ماشین میتونه با دور موتور 2000 کار بکنه تا چی؟ تا فشار رو بره بالا. ببین الان فنامون گوش کن رفت دور تون. چرا؟ چون فشار سیستم اومده بالا. الان فشار کشید پایین. ببین 230. ببین تو شهرهایی که هوا خیلی گرمه مثل ما دارید سر ظهر تقریبا شارژ گاز میکنید، شما اجازه دارید تو هوای گرم تا اون نقطه‌ای که میرسه به 300 PSI شارژ گازتون رو ادامه بدید. اما اگر هوا خنک‌تره شب دارید شارژ گاز میکنید، صبح دارید شارژ گاز میکنید، باید براش مجال بذارید. یعنی مثلا نهایتا تا 240 250 PSI شارژ گازتون رو انجام بدید. خب که فردا که هوا گرم شد میدونید که گرما با فشار رابطه مستقیم داره. فشارتون نیاد بالا تو سیستمتون آسیب بزنه، ماشین داغ کنه، گاز بزنه بیرون، یا به هر دلیلی اتفاق بیفته. بریم برای مرحله بعدی شارژ گاز. دور موتور رو بیار رو 3000. الان رو 3000. خب بیار رو 2500. 2500 الان 2500. من صدا رو کم کردم که بشنویم. خب رو 2500 مرحله آخر شارژ گازمون رو انجام میدیم. کپسول رو تکون میدیم و گاز وارد سیستم میشه و اینجا دوباره کپسول رو میبندیم. ببین الان فنامون بیا رو 2. من برای که صدا اذیتمون نکنه یکم دور موتور آوردم پایین وگرنه برای رو همون 2.5 باشه. ببین الان کمپرسور آف کرد چون سردخونه یخ زد، سرماش بعد اکثر چیزا فشار من پایین رو وکیوم بکن. اما الان دوباره کمپرس جای نرمالی، یعنی تقریبا اولوش نزدیک به 30 PSI و اینجا فشار معادل 300 PSI داره میره. ولی وقتی فن میاد دور تون فشار رو میکشه پایین. الان نگاه کن فن داره میره بالا، داره فشار میره بالا، فشار میکشه پایین. الان ببین دور تون رفت، فشار کشید پایین. این یعنی این سیستم همه چیز داره اوکی کار میکنه. و حالا شما غیر از وزن این کپسولتون که قبل و بعدش رو وزنش کنید دیگه گاز نده. قبل و بعد شارژ گازتون باید کپسولتون رو وزن کنید که شارژ گاز عالی داشته باشید. حالا تو این مدل‌ها بهتون گفتم بین 480 گرم بستگی به روغنی که داخلش تا 650 گرم ممکنه گاز بگیره. و فشار گیجتون و سرمایه لوله‌تون میتونه تشخیص بده که گازتون عالی شده یا نشده.
دوربین بره داخل دماسنج رو بگیره ببینه چنده. من نمیبینم، ببینم چند دماسنج. چیزی که من دارم میدم لوله که زیر دستمه باید دما زیر 10 درجه رو اونجا داشته باشه. خب ببین دما کاملا مشخصه 9.2 درجه و من زیر دستم اینجا لوله رو احساس کردم که سرما اینجا به حد اکثر شده و سرمایی که اینجا داریم با اونجا باید یکی باشه، وگرنه حالا علاوه دریچ و اینا مشکل دارن که توی قسمت متفاوت پکیج آموزشیمون بچهای توی اینستا گفتیم و یوتیوبیان میتونن بیان پیج اینستا فالو کنن، دوره‌های ما استفاده کنن و از دوره‌های رایگان توی یوتیوب هم استفاده کنن. ببین الان عملیات شارژ گاز انجام شده. خب شما میتونید به مشتریتون یه مجال کوچیکی بذارید برای همه ماشینا. بگی آقا 7 روز دیگه من خودم برای مشتری خودم میکنم، میگم 7 روز دیگه بیا من برات چک کنم اگه لازم داره سرگاز بزنم، چون بعضی وقتا گاز سیستم حالا به هر دلیلی فشارش میره بالا و شما رو گول میزنه. شما میتونید بعد یه هفته که مشتری گشت بیاید براش سرگاز بزنید. این عملیات شارژ گاز لازم آموزشی تمومه. حالا لازم تجربی میشونم کم و زیادش کنم بعد از فیلم برداری، اما لازم آموزشی تمومه و هیچ مشکلی نداریم. از کجا فهمیدیم؟ از مقدار وزن این گازمون، از فشار، از دور تندمون که کار کرد و سرمایی که اینجا و داخل داشتیم که اون سرمایه قطعا اگه الان دور موتور بیاد بالا میرسه به 5 و 6 درجه که دمای آف کردن ترموستاته. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. اینکه لایک و کامنت در مورد کانال ما سابسکرایب به ما انرژی و انگیزه میده. ممنونم که با ما بودید. متشکرم. یا علی، خدا نگهدار. بابا گاز نده، خب صدای من به اونا نمیرسه. آقا گاز نده. بابا این روغنه رو ما اینقدر تو فیلم ریختیم توی ماشین دیگه کامل نه، برای ماشین می‌خواستم شارژ گاز کنم کامل خود روغنش بعد می‌ریختم دیگه. میگه روغن بده روغن نریختم. بیا بابا چه وضعی؟ یکم اینجا خلوت بکن. می‌خوایم فیلم بگیریم. ببخشید خونه بابات نمیاد یا ولی فیلم برداری. آقا مشتبه خوش میگذره پشت ماشین؟ خنکه؟ خیلی آقا این درجه نشون بده ببینیم چقدره. داری لذت میبری ها. یه نشابه هستی